تاجیکان در آینه تاریخ. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ از روی اثر پیشوای ملت محترم امام علی رحمان تهیه می گردد. تاریخ را برای آن می آموزیم که از سرگذشت پر افتخار و عبرت آموز نیاگان آگاه شویم، سبق گیریم و این دانش ها را در ترتیب دادن نقشه معینی رشد امروز و فردای دولت و ملت کاربست نماییم. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ را از موضوع نخستین قاموسنامه نیاگان ادامه می دهیم. اوستا در طول 100 ساله‌های افزودن و کاهیدن نفوذ خویش از حدود آسیای میانه تا تخت شاهان آوازدار، دامنه‌های هندوکش و ساحل‌های بحر خزر و کناره‌های دجله و فرات راه گشوده در میان باشندگان این سرزمین‌ها باختریان، سعودیان، خوارزمیان، میدی‌ها، سکای‌ها، سکیف‌ها، سمرت‌ها و قوم و قبایل هندی عزیز و ارجمند بوده است. اوستا هنگامی از دهان به دهان، از کشور به کشور، از دولت به دولت گذشتن تعلیمات زردشتی، شاهراه ابریشم و دیگر راه و پیراهه‌های ممالک شناس و ناشناس را صدها بار از عرض و طول چین و بر کرده است و این کتاب مقدس علل خصوص هنگام احیای دوباره و سه‌باره اش در دربار اشکانیان و ساسانیان وابسته به شرایط زیست، عرف و عادت و روحیه خلقیت‌های مختلف، همچنین از تقاضای دور و زمان، غرضهای مذهبی، سیاسی و دولتداری این یا آن امپریا، مملکت و سلاله‌ها گرفتار تحریر و تکمیل، تغییر متن‌ها و اختصار و افزودن بندها و پارچه‌های جداگانه، پرتافتن کلمه و عباره‌ها شده است. با وجودی چنین افزودن و کاستن‌ها و هنگامه‌های تاریخی، ارزش این قاموس نخستین نیاگان ذره نکاسته، برعکس رنگ و بار تازه گرفته است. تحقیق متن‌های اوستا و قسمت‌های جداگانه آن نه تنها برای آموزش بخش‌های گوناگون علم تاریخ، زبانشناسی و ادبیات، اساطیرشناسی و حماسه‌های قدیمه، حکمتشناسی و فلسفه، مذهبشناسی و آیین‌ها، کیهانشناسی و نجوم، طبیعیات و جغرافیا و ده‌ها ساحه‌های خرد و بزرگ علم کمک می‌نماید، بلکه از پهلوهای مختلف بودباش طایفه‌های آریایی، وسیله روزگار و پیشه آنها، تصورات نیاگان ما اندر نیکی و بدی، پهلوهای مختلف زندگی، سنت‌های خانه‌داری، پرورش فرزند، مقدس دانستن آب و خاک و آتش و باد، پاکیزه و بی‌گزند نگاه داشتن منزل و مقام زیست و غیره مواد پرارزش داده منظره تاریخی گذشته‌های دور را پیش نظر جلوه‌گر می‌سازد. اکثر عالمان اوستاشناس، همچنین مورخان توانا باباجان غفوروف، سعید نفیسی، برتلس، براگینسکی و عالم شناخته تاجیک یعقوبوف مکان پیدایش اوستا را به آسیای میانه و شمال افغانستان نسبت می‌دهند. گمان غالب آن است که اوستا در این سرزمین فرهنگ‌خیز در عصر 20 تا میلاد به شکل شفاهی، یعنی مناجات و دعاها، نیایش و ستایش، آیت و سروده‌ها، حماسه و اساطیر از دهان به دهان گذشته تا عهد زردشت رسیده است و چنان که در بالا ذکر گردید، زردشت وخشور نخستین شده اوستا را از مناجات و سروده‌های شفاهی و آیت‌های از دهان به دهان رسیده به یک نظام معین و شکل مکمل درآورده به منزلت یک کتاب مقدس کتابت نمود. تکامل من بعده آن در قلمرو اشکانیان پارت و ساسانیان صورت می‌گیرد. این ادعا را یکی از دانندگان توانای تاریخ و تمدن عهد آریایی‌ها و آیین زردشتی، عالم بزرگ سعید نفیسی در مقاله خود سرزمین پاک نیاگان چنین ابراز می‌دارد: در شمال و شرق سرزمین مردمان آریایی تبار امروز سرزمین بسیار حاصلخیز واقع است که ما دلبستگی مخصوص به آن داریم. بسیار علمای بزرگ عقیده دارند که نژاد آریایی در آن سرزمین در دامنه کوههای هندوکش در کنار رود جیهون و سیهون یعنی آمو و سیر نخستین روزهای زندگی خیش را گذرانیده است. کتاب اوستا کشور را نشان می‌دهد که آب و هوای آن خلد زمین بود و اجداد ما نخست در آنجا پرورش یافتند
و با قرینه میتوان یافت که مراد همان ارض موجود ایرانیان و همین خط دلکش سواحل جیهون و سیهون است. عالمان تاریخ عقیده دارند که ما آریایی ها از آنجا آمده ایم و سرزمین امروزه مردمان آریایی تبار به منزلت خانه دوم ماست. در زمانی که تاریخ باستانی و اساطیر ما یاد دارند، اسم این سرزمین اغلب برده می شود و نواحی مختلف آن جایگاه پیشدادیان و کیانیان بوده است. صحیفه تاجیکان در آینه تاریخ در موضوع نخستین قاموسنامه نیاگان ادامه دارد.